سلام بچه ها، چطورین؟ امروز اومدیم جنگل رو بهتون نشون بدیم که یه جنگلی داره واسه قدم زدن، واسه ورزش، واسه قدم زدن های 2 نفره. بعدش هم بهتون بگم که یه سری چیزا رو میخوام امروز بهتون بگم راجع به هلند که میدونم 100% شما نمیدونید. تا حالا میدونستید هلند الگوی تمام جهان شناخته شده؟ تا حالا میدونستید منابع کشور هلند از هر کشوری بهتره؟ و یک چیز دیگه، اینو میدونستید که هلند ابر قدرت جهان شناخته شده؟ و بعضیا هستن فکر میکنن من دارم چرت و پرت میگم. خب برو ببین دقیقا داری اشتباه فکر میکنی، چون تو سال 2025 این چیزا در اومد، گفتن و همه هم میگن و همه هم میدونن و از این به بعد قرار شما بدونید. و یه چیز دیگه، میدونستی کشور خارجی چرا تو هلند زیاد سرمایه گذاری میکنن؟ نیروی کار ماهر و دانشگاه های تراز اول، عمرانی و حقوقی قوی و تسلط به زبان انگلیسی و موقعیت جغرافیایی هلند